روزه عید بود دیگه، عید است دیگه، عید بود دیگه. وقت خو کاله خو کلچگا کاره که میبینی نقه کنه نالبکی یعنی کلچگا کار. پیش یک دانه کلچه قدر قالین 6 در 3 5 در 4. باز چارکن بود یا کلوله؟ نه کلوله گرد آر نخود بوده وقت زمان یادم میاد، یعنی امی میر زمان که کار ده گلون ازی نخود بند ماده بود. 18 دانه دکتر دوان گلون ازی داخل شد نخود که این کاکا زمان دیو بوده چه بالا؟ کاکا زمان یادش بخیر بسیار آدمه. یک روز کاکا زمان با اجازه تان رفت خانه یک بای قریه. خلاصه از خانه بای قریه آمد دما یک قصه کرد که کلگی ما هوش از سر ما رفت. گفت مردم شما مردم عوام هستین، از پولدارا زندگیتان خیلی فرق داره. گفتیم چطور؟ گفتیم خانه قریه را خانهش کل چیزش از ما و شما فرق داره. گفتیم چیش فرق داره؟ گفتیم مگس از دونام قدر مرغ ما و شما. این دسترخوان که آباد میشود و بعدا پسته و کلچه ماندگی میشود، کل دستا می آمدین بازی نبود که میگو بخوری، خود دسترخوان صدا میکرد که بخوری مرا دیگه. وقتا کردن رسم نبود. بعدا صدا میکرد مرا قرد کو. یارا راستش بگویم که آجی خوب یادم میاد، خود آجی قدوس خداوند ببخشه از زیر برشیدی بودیم. واه نه زنده آلا دو گودشم دیگه خب از کدام وقتی که دی از زیر بردیم و فرمایش دادن که برای ما مرچه بیاریم. خب بعد بردن بعد از یه بیادر قند ما مرچه که یک دفعه خصوص برویش خیست که نه چرا مگس نوردیم. ایدی بردن اوجا مگس و مرچه بود تیر سایکو چقه اخلاص بود دلیلش؟ دلیل؟ یک مرچه قدر تنگ زنجیردار بود. نه گفتم حتما کدام دلیل داره و وقتا بعد از این مرچه را میگرفتن خوش میکردن از می مرچه بر خود اتاق جور میکردن. یاد کاکا زمان بخیر سر مگس قصه کرد گفت که از اون مرچه اینا زمین خلبه میکنن سر مرچه. حتی با خبر شد کاکا زمان در سر زمین مگس پرواز کرده بود رفته بود طرف ایران. ایران نبود وقتا. نبود؟ کلش قریه ما کلش زیر تسلط قریه ما بود. دوستا سلام خود تقدیم میکنیم برای شما با گفته های نو جدید. وقتا بود غیتا بود چه غیتا بود تمو تو مزدار غیتا بود که آجی خپړی هم کتی ما بود آجی مندانو هم خود ما آجی لاتی پتون و پچوڑ و پتق. یاد ظاهر شاه بخیر. ظاهر شاه نامت انتخاب کرده بود مگر؟ ظاهر شاه انتخاب کرد. ناجی متونی پڑونی پڑق خاطر ازی پڑق میگفت که بر وقت پتق بود گفتی باز دوبش پڑق شد. خب ترقی کردم نه؟ در وقت ظاهر شاه ما فوتبال میکردیم که تریفستان در قند ما فوتبال میکردیم. در فوتبال یک گل زد ما را امی ریفستان. نه یک گل زد که چی کنیم و حالا که بیادر قند ما بخواه برش چیزه شمدارو بیادر قند ما از کجا می این شمدارو می از قاشقرغان می دوه در ظرف 2 ثانیه خود می رسانه. پایین سیل کد بالا سیل کد پایین سیل کد گفت شمتارو گفت داخل شو. شمتارو داخل شد که می توپا میزنه 2 گل در یک شد 2 گل. وقت دلنگه شد میزنه میگه توپا من داخل کیر میکرد دلغتا میزنه با خودش دف مفتی داخل توپ گم شد. توپ بیادر پیدا میکنن که توپ در خود اوکراین در اوکراین رفته بود. توپ از توپ بیادر توپ از توپ فوتبال توپ کرکت جور شده بود. همی یک قصه کنیم بال گفت همی دریای کابل یادم آمد. تا اول که کابل بود دریا نبود، حالا که دریاست کابل نیست. خب هر صورت میایم سر مطلب که در داخل از دریا دوستای عزیز مایی بود که میگفت جای ما تنگ است. باز خدا ببخشه بابا کلان ما کشید لاندی کرد. بابا کلان زیر خدا ببخشه که یک پنجه و یک قاشق همه تو ورداشت در دان خود کت خورد. در داخل دل مایی بازار بوش بود. بابا کلان از این بازار بوش که بوش موش که مایی خورد. مایی باز بوش مود شد دیگه. تو از بوش گفتی مرا پالوانی یادم آمد. خب امی عارف دشمنا دیگه آمدند صدا کردن سر امی حاکم همون وقت که در افغانستان ما یک مسابقه پالوانی میتیم، من بهترین پالوان تا معرفی کن.
همین کل کشور دست و پاچه که پالوان از کجا کنیم عریف قوی است خیلی سوپال در خانهش تاییست و دروازه تک تک میکنه مبراهیم بیرون پادشاه قد وزیراش کلی سیستاد در پیش پایم خود انداخت آبروی مملکت در تو وابسته خبر شد گفتن خدمت باشه گفت پالوانه قوی میه همونا رو چپک کن گفتن همین چشم پوت نکردم بالا کردم این مردکه را همین ور داشتم در زمین که زدم زمین غار شد زمین غار شد این رفت در زیر رفت پشتش در آمدی رفت 2 سال بعد از همین غار همین آدم پس به این فواره برآمد بالا را ویره در طور گرفتن که اوگار نشه مگر از زیرش نفت خام بعد از همون تا بعد سر افغانستان جنگ است که نمی کشور نفت داره باید دیر تحت تصرف بیاریم ما یک درخت سیب داشتیم در خانه این درخت سیب هر سیب میگرفت برادر قند ما هر سیب میگرفت قدر 6 پای همین درخت سیب این سیب که ما چاقو بند میکردیم یک ماه که دیگه چاقو بند میکردیم 6 ماه بعد دو سرش میرسیدیم همین چای دیال است که نمی سیب داخلش که در داخل زی امی قصر سفید که حالا در امریکاست در داخل زی سیب قصر سفید یک چیز برآمد بسیار دراز نمی سیب از همیا یک چیز بسیار دراز برآمد که هیچ متر نمیشد کل مخلوق گریخ که اشجار باز گفتم کرم سیب است کرم است او کرم او وقت دیگه تا کرمای حال فرق داشت زیاد فرق داره او وقت کرم بیادر قند ما 1000 متر حالا کرم کار میبینی حقیقه قدر قوخه برکت نمونده برکت دم کرم برکت نمونده دوستای عزیز سلام خود تقدیم میکنم مرجع باشین خوش و خوشحال و خندان باشین امرای شما ما چیزایی که داریم شریک میسازیم با پایخانه ما خوش آمدین خلاص دوستا براتون راز بگویم که مثلا نمی کدام وقتی که سمنک پخته میشد و سمنک میکدن امیر خانمایی که سمنک پخته میکنن اینا خودشون پالوانا بودن اصلا همین خود سمنک پسانا در خوردن رواج شد اول چی میکردنش؟ اول سمنک به خاطر گرفتن دوست جور میکردن همین سمنک وقتای رقم نبود دیگه دگدانای آینی چیزا حال بود شده او زوری اول دگدان میکندن او زوره باز دستر از اون موقع یک دیگ کلانه میماندن اب شوایی که دوست میامدنی میبود باز ابو شو سمنک پخته میکردن باز همین دوست که اثر دیوال خود در بین اولی مینداخت راز در بین دیگ مفتید دیگه سمنک گفتم اینمی رقم باز دوزه میگرفتن ولو راست میگه سمنک اصلا دوزگیرک نامش بود من یادم از دمی خانه ششته بودن سیاسرا مردان اتاق دیگه بود که یک دوز افتید دمی خانه این وقتا دوز حالا واره نبود دریشی میزد نکتایی بیککش در پیشش حتی خدا میزد دریشی خدا کل میکد پاک صفا مدرآمد اما تو بنازم دریشی کدگی باز حتی تو من خبر شدم که در خانه زیاد تق زده بود گفته بود بیادر من دوز است و مجاز هست باز آمده بود خانه گلاس چای هم خورده گفته بود چیز قیمتی دارین بازی گفته بود دیگه چیز نداریم یعنی کالا و لباسی گفاس دیگه میسی داشتن دیگه میسی را دادنش دیگه میسی را دادن گفت اینا دوز بیادر بگی میگفت کار داریم باز که میبرد پس نمی آورد اون نامش دوز بود واسه این دوزای تو بهتر بیار شدن یعنی را مادر کلانش سمنک پخته میکرد چی بود سابق که بودی حالی است که تو آشکای قسمی مردم آشک از اینجا خود بند میکنن سابق آشکای بسیار مزه‌دار پخته میکرد حالی دیگه دامادها فرهنگای حالی ببین مردم آشک از اینجا ما قصه جالب من یادم میاد از یک دیگ سمنک یک دفعه سمنک کده بودن همین خدا بیامرزه بابی مرا بابیش را بابیش بله خوب یادم او ابو بابا کلان خدا بیامرزه یک سمنک کده بود قریه سمنک خورد کشورم خورد از این سمنک 40 نفر در بین دیگ تا شده چمچه زدن رفتن 4 سال گم 8 سال دمو دیگ پدر کلان ما دمو دیگ بود 8 سال او من میگم چطور یک بویک میداد تشت مانده بودن سر سمنک تشته چمچه زدن میرفتن او سوتر میشدن همین خود میندم همین سینای جوانی بود دیگه و میرم نم پیش رویم یک مار هم سر 2 پای استاد مار کی پایی داره نه پای سر 2 خود پای واره خدا استاد اینم تو غوثیش چقدر بگویم برتان
اینم قد گردن داشت و دراز بخی متر کده نمیشه یک چیز زنده جان مار متر کده میتاری ام پسر از رفتم یک سنگ کلان گرفتم از پشت از دور خوردم فرق مار زدم فرق مار زدم مار مرد گفتم اینا لیر مرده تا دندیوالا نشان نتم باور نمیکنم خلاصه قد یک چوبک در بوتلک اومدنی همون تو انداختم دندیوالا بردم این باور که 40 روز درباره از این مار تحقیق کردن آخر فیصله کردن که این مار نیست کرمز باز تا آینده تا دیگه برنامه که باز براتان چه خانه من این دفعه بخیر قصه ملی بس میفرماییم باز براتان انشالله قصه ملی بس میکنن که بسیار جالب است. سلام به دوستای عزیز، سلام به فامیلی سایکو به بیگی خدا. قصه از این قرار است دوستا که دمی دوران انشتاین ما فامیلی دمی سرک استاد بودیم فامیلی سایکو بیگی خدا دیگه دمی سرک انشتاین استادیم که روز در آمد روز چنان انشتاین قفاق کاری میکنه خود انشتاین استاد بود انشتاین روسا انشتاین دمی پشتم ازت گفت برو تو میتانی. ببینید شما گفتین در وقت انشتاین روس آمد تاریخ یک چیز دیگه نوشته که روز خیلی پسان آمد نه تاریخ قربان سر چومه نه تاریخ قربان سرت من به ارتباط با تایید گپای ایشان بگم که یک وقت بود تیاره نبود وقت اینمی روز باور کنین قدر پیشرفته بودن که سر ما حمله کردن اینمینا این سر مرغ ششته سر ما حمله کردن قربان سرت چم همین روز ها بعد از او مردم افغانستان چه وقت گوشت مرغخور شد زمانی که روسا کشیدن مرغا ماند مرغ اسیر شد باز مرغ خوردن قربان سر چم یادم میاد که با واقعیت در اون زمانی که روسا بود و روسا داخل شدن آمدن کتی تانگا یعنی یا میگفتن تانگ این سایکو فامیلی بیگی خدا تانگ نبود فامیلی. این کلش دیناسور بود ما کتی دیناسور در سینمای پامیر فیلم دیدیم خودم این دایناسور آمده بود که مرا در فیلمت بگی قربانشان فامیلی سایکو حالا خدا کتا میزنه در دیناسور ما که سلامش هم علیک میگرفتم پدرخانه من دایناسور همین روز که سر ما صداقت گفت که ازدرست تورشت پنیما ازدرست خرشو ما گفتم خرشو رشتره تیویتون سیگار بخشش یکی گفتم سیگار بخشش گفتم او گفت کانسروا بخشش ما گفتم کتابچه 100 ورقه کتابچه 100 ورقه بخشش سیگارتای بی فیلتر گفت بخشش دمی روسا مرا گفت که ازدرست خرشو تورشت ما گفتم داوی تورشت پنیما یاد برن ان اون ای که می ان اون مرا شونیتا نه یک دفعه روسا ایران مان گفت داوی ما گفتم داوی نه کانسلوا بخشش گفت کانسلوا بخشش یک کارتن کانسلوا داد کتی کتابچه خب در وقتی روسا اینمی جان برو بابا ازیر تانگ پیدا چی رقم شفاخانه نبوده او وقتا نه یک دفعه دمی تک که می تانگ دید یک دفعه استاده شد گارد شد باد شد جان برو بابا پیدا شد یه متر کلان تولد شد آدم خاکی که میگن از زمین ماند جان برو باباست امیان جگر ازی شوش ازی امی درون روی چیزی انجین ازی که است کلش از گریس است ناخنای ازی مرمی میبراید دیگه یک دم که مت میکنه تشکر زنده باشین ای بود سلامت ها فامیلی سایکو یک آهنگ نخونیم خانه ما تا برنامه بعدی یک آهنگ میگم میخونم بیگی قربان سر شما جان برو بابا ما کتید نیستم ای تو خو از شرم خو از دیستم جان برو بابا ما کتید نیستم وای جان برو بابا ما کتید نیستم بیگی خدا